چطور روزتان را شروع کنید؟ صبح‌ها وقتی از خواب بیدار می‌شوید، اولین چیزی که می‌گویید چیست؟ خب همه ما هر روز یک چیز را بر زبان می‌آوریم. آیا این قوت ما محسوب می‌شود یا ضعف؟ یادم می‌آید که قبل‌تر هر روزی که از خواب بیدار می‌شدم، بعد از باز کردن چشمانم عادت داشتم این جمله را بر زبان بیارم: وای خدایا، باز هم یک روز دیگه. و این دقیقاً همان چیزی بود که اتفاق می‌افتاد. هر روز بدتر از روز دیگر. و حالا پیش از اینکه چشمانم را باز کنم، سلام و درود فراوان خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز و مهربانم. به کانال انگیزشی مداد هنرمند خیلی خیلی خوش اومدین. با فصل نهم شفای زندگی در خدمتتون هستم. فصل نهم، کارهای روزمره. من از تمرین مهارت‌های ذهنی خود لذت میبرم. اگر کودکان در گام‌های اول یادگیری خسته شوند و از تکرار و تمرین دست بردارند، هیچگاه نمیتوانند راه رفتن را یاد بگیرند. یادگیری یک مهارت تازه و تبدیل آن به بخشی از برنامه روزانه نیازمند تمرین و مهارت زیادی است. ابتدا باید روی هدف خود تمرکز کنید. این کار برای عده‌ای دشوار است. نباید به این کار همچون یک کار طاقت فرسا نگاه کرد، بلکه باید آن را یک فرصت و تجربه تازه دانست. در آغاز یادگیری هر مهارت فرقی نمی کند که آن مهارت چیست: رانندگی، تایپ، تنیس یا مثبت اندیشی. همواره مرتکب اشتباه می شویم. در زمان یادگیری ذهن نیمه هوشیار ما همه چیز را بسیار دشوار می پندارد، اما با گذشت زمان تمرین‌های دشوار اولیه آسان به نظرمان می آید و به تدریج تواناییمان بیشتر می شود. البته ناگفته نماند که هیچگاه در مرتبه اول نمی توانید کاری را بدون عیب به سرانجام برسانید. فقط می توانید کار را در حد توانایی خود انجام دهید. برای شروع همین عالی است. سعی کنید اغلب به خود بگویید: من به قد وسع خود یا توانایی خود می کوشم. همیشه از خود حمایت کنید. اولین سخنرانیم را خیلی خوب به خاطر دارم. از روی سکو که پایین آمدم فوراً به خودم گفتم: لوئیس، کارت حرف نداشت. برای بار اول ارائه‌ات فوق‌العاده بود. اگر در 5 یا 6 کنفرانس دیگر صحبت کنید، در این کار خبره و ماهر خواهید شد. چند ساعت بعد به خودم گفتم: فکر کنم یک بخشی را می توانستم تغییر دهم. مثلا آن بخشش را به این شکل و آن قسمتش را به آن شکل میشد اصلاح کرد. به هیچ وجه نمیخواستم از کارم ایراد بگیرم. اگر وقتی از سکو پایین می آمدم به خودم می گفتم: اوه، کارت افتضاح بود. این اشتباه و آن اشتباه را داشتی. برای کنفرانس بعدی دچار دلهره و استرس می شدم. در این صورت ارائه دومم بهتر از آب در می آمد، چون بیشتر روی آن کار می کردم و در نهایت در ششمین ارائه حس می کردم یک فرد حرفه‌ای و مسلط هستم. به قوانین حاکم بر اطرافمان توجه کنیم. کمی پیش از آن که نگارش این کتاب را آغاز کنم، یک واژه پرداز رایانه‌ای برای خودم خریدم. اسمش را خانم جادویی گذاشتم. تجربه یادگیری جدیدی برایم محسوب می‌شد. فهمیدم که یادگیری کامپیوتر بسیار شبیه به یادگیری اصول معنوی است. وقتی اصول کامپیوتر را یاد گرفتم، این خانم واقعا معجزه‌هایی پیش رویم قرار داد. اگر من برای کسب مهارت در این راه از هیچ قانونی پیروی نمی کردم، هیچ اتفاقی نمی افتاد و کار طبق خواستم پیش نمی رفت. چرا که او حتی یک گام کوچک هم برای کمک به من بر نمی داشت. او با صبر و حوصله انتظار کشید تا من اصول لازم را یاد بگیرم. اگرچه خسته و ناامید شده بودم، در پایان دیدم که جادویش را به من نشان داد. بله، گویا کار خودش را کرده بود. این شبیه همان کاری است که شما همکنون در حال انجامش هستید. در ابتدا باید اصول معنوی را بیاموزید و تا رسیدن به دانش کافی یادگیری را ارائه دهید. نمی توانید در میانه راه به سمت طرز فکر سابقتان برگردید. باید زبانی جدید و تازه را یاد بگیرید. پس از آن است که جادویش در زندگیتان آشکار می شود. بیشتر بیاموزید. هرچه چیزهای جدیدتری یاد بگیرید به نفعتان است. پیشنهاد من این است: به خاطر هرچه که دارید سپاسگزار باشید. نقاط مثبت خود را بنویسید. مکاشفه کنید. از ورزش لذت ببرید.
به جسمتان خوب رسیدگی و آن را تقویت کنید. خودتان را با صدای بلند تایید کنید. این تاییدگری ها را به صورت آواز بخوانید. اوقاتی را به تمرین آرامسازی اختصاص دهید. گاهی خیال پردازی کنید و لذت ببرید. مطالعه کنید. فعالیت های روزمره من، کارهایی که من هر روز انجام می دهم. هر روز پیش از آن که چشمانم را باز کنم به خاطر تمام آنچه در زندگی دارم سپاسگزاری می کنم. بعد از دوش گرفتن 30 دقیقه الی 1 ساعت را به مدیتیشن، نیایش و خودتاییدگری اختصاص می دهم. سپس به صورت 15 دقیقه ورزش می کنم. از کشش ترامپولین استفاده می کنم. با برنامه 6 صبح تلویزیون حرکات آیروبیک انجام می دهم و تمریناتم را با چند حرکت کششی به پایان می رسانم. حالا نوبت یک صبحانه مفصل است. صبحانه‌ام شامل میوه، آب میوه تازه و دمنوش است. از مادرم زمین تشکر می کنم که چنین غذاهای خوشمزه ای را برای من فراهم کرده است. از غذاها نیز متشکرم که انرژی و سلامت من را تأمین می کنند. دوست دارم پیش از صرف غذا مقابل آینه بایستم و با صدای بلند کمی از خودم تعریف و تمجید کنم. حتی ممکن است با آواز خودم را ستایش کنم. مثلا میگویم لوئیس تو بی‌نظیری، دوستت دارم. امروز یکی از بهترین روزهای زندگیم است. در دنیا همه چیز و همه کس برای خوشبختی و موفقیت تو تلاش میکنند. تنها از چیزی آگاه میشوی که خودت بخواهی در مورد آن بدانی. هرچه بخواهی برایت فراهم میشود. همه چیز خوب است. برای نهار اغلب یک بشقاب بزرگ سالاد میخورم. دوباره از غذاها تشکر میکنم. بعد از ظهر چند دقیقه را با تخته اوریب حرکات ورزشی انجام میدم تا بدنم به آرامش برسد. ممکن است در این حین به موسیقی هم گوش دهم. در وعده شام سبزیجات بخارپز و غلات میخورم. گاهی هم ماهی با مرغ مصرف میکنم. بدن من با غذاهای ساده میانه خوبی دارد. دوست دارم شام را در کنار دوستانم بخورم تا با همدیگر برای افزایش رزق روزی دعا کنیم. بعضی از بعد از ظهرها را صرف مطالعه و یادگیری میکنم. همیشه چیزهای جدیدی برای یاد گرفتن وجود دارد. حالا می توانم نقاط مثبت خود را یادداشت کنم که حدوداً به 10 یا 20 مورد می رسد. در تخت خواب افکارم را منظم می کنم. اتفاقات روزمره را مرور و برای یکایک آنها خدا را شکر می کنم. در پایان می گویم که من به یک خواب راحت و عمیق فرو می روم و وقتی چشمانم باز می شود با یک صبح زیبا و تلالوی تابان خورشید مواجه می شوم. بعد هم شاداب و سرحال روزی جدید را آغاز می کنم. به نظر طاقت فرساست مگر نه؟ در آغاز به نظر می رسد که برای رعایت چنین آدابی باید با چیزهای زیادی سر و کله بزنید، اما بعد از مدت کوتاهی این شیوه زندگی جزئی از آداب روزانه ایتان می شود، مثل حمام کردن و مسواک زدن. کم کم به طور خودکار و خیلی راحت این کارها انجام می دهید. اگر این آداب را اعضای خانواده با هم و در ابتدای صبح انجام دهند عالی می شود. می توانید همگی صبحتان را با مکاشفه آغاز کنید و تا پیش از وقت شام همگی به آرامش و تعادل برسید. اگر فکر می کنید که وقتش را ندارید باید نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شوید. این کار فواید بسیاری برایتان دارد. چطور روزتان را شروع کنید؟ صبحها وقتی از خواب بیدار می شوید اولین چیزی که می گویید چیست؟ خب همه ما هر روز یک چیز را بر زبان می آوریم. آیا این قوت ما محسوب می شود یا ضعف؟ یادم می آید که قبلتر هر روزی که از خواب بیدار می شدم بعد از باز کردن چشمانم عادت داشتم این جمله را بر زبان بیاورم: وای خدایا باز هم یک روز دیگه. و این دقیقا همان چیزی بود که اتفاق می افتاد. هر روز بدتر از روز دیگر. و حالا پیش از این که چشمانم را باز کنم از تختم تشکر می کنم که یک خواب آسوده را برایم به ارمغان آورده است. چرا که شب را به آرامی در کنار هم به صبح رسانده ایم. سپس با ذهنی هوشیار و چشمانی باز 10 دقیقه ای را صرف سپاسگزاری برای زندگی خوبم می کنم. تا حدودی برنامه روزم را مرور می کنم و به خود می گویم که همه چیز مطابق میلم پیش می رود و من از تمام رویدادهای روزم لذت می برم.
در پایان همانجا روی تخت دعا و نیایش صبحگاهیم را آغاز می کنم. مکاشفه و خلسه ذهنی. هر روز حتی فقط چند دقیقه وقتی را به مکاشفه اختصاص می دهید. اگر تازه کار هستید با 5 دقیقه در روز آغاز کنید. آرام بنشینید، تمرکز خود را معطوف تنفستان کنید. اجازه دهید افکار به آهستگی از ذهنتان عبور کنند. هیچ اهمیتی به آنها ندهید. بدین ترتیب افکارتان از درون ذهنتان گذر می کنند و دور می شوند. تفکر طبیعت ذهن است، پس نکوشید تا از شر افکارتان خلاص شوید. برای آموزش روش‌های مکاشفه کلاس‌ها و کتاب‌های بسیاری وجود دارد که می‌تواند به شما در این راه کمک کند. فرقی نمی‌کند که کجا و چگونه این کار را انجام می‌دهید. سرانجام بهترین روش مکاشفه را برای خود کشف می‌کنید. من خودم اغلب در سکوت می‌نشینم و از خود می‌پرسم باید از چه چیزایی مطلع شوم و اجازه می‌دهم پاسخ‌ها خودشان به سراغم بیایند. اگر هم جوابی نگرفتم می‌دانم که بعداً جوابش را خواهم گرفت. هیچ روش درست یا غلطی برای مکاشفه کردن وجود ندارد. شکل دیگر مکاشفه این است که آرام در گوشه‌ای بنشینی و روی تنفست تمرکز کنی که مشغول دم و بازم است. در این حال تعداد دم و بازم‌های را می‌شماری. دم 1، بازم 2. این کار را به همین ترتیب تا 10 ادامه می‌دهی. سپس دوباره از 1 شروع می‌کنی. اگر متوجه شدید که به عدد 25 یا بالاتر رسیده‌اید دوباره شمردن را از ابتدا شروع کنید. مراجعه کننده ای داشتم که خیلی باهوش و با استعداد به نظر می رسید. ذهنش به طرزی استثنایی سریع، هوشیار و بسیار هم شوخ‌طبع بود. نمی توانست بین کارهایش هماهنگی ایجاد کند. این خانم اضافه وزن داشت، از شغلش ناراضی و سالها زندگیش از هر گونه رابطه عاشقانه تهی بود. او در درک مفاهیم متافیزیک بسیار سریع عمل می‌کرد و به آنها بهای بسیاری می‌داد. برایش دشوار بود به جای آنکه ایده‌هایش را به صورت عملی کند، مدت‌ها در گوشه‌ای بنشیند، به تمرین آرامش بپردازد و به انتظار نتیجهش بنشیند. مکاشفه روزانه کمک بزرگی به او کرد. ما این کار را با روزی 5 دقیقه شروع کردیم و به تدریج آن را به روزی 15 تا 20 دقیقه رساندیم. تمرین تعریف و تایید روزانه خود. 1 یا 2 جمله تاییدی را در مورد خودتان انتخاب کنید و آن را روزی 10 یا 20 بار بنویسید. آنها را با ذوق و شوق و با صدای بلند بخوانید. این جملات ستایش برانگیز را آهنگین ادا کنید. بگذارید ذهنتان تمام روز را درگیر این جملات تاییدی باشد. تاییدهایی که مدام استفاده شوند به باورهایتان تبدیل می شوند. افزون بر این همواره به نتایجی ختم می شوند که در تصور ما هم نمی گنجد. یکی از باورهای من این است که ارتباط خوبی با صاحب خانه‌ام دارم. صاحب خانه آخرم زمانی که ساکن نیویورک بودم فردی بسیار سختگیر بود که همه مستاجرها از او شاکی بودند. در مدت 5 سالی که من در آن خانه ساکن بودم تنها 3 بار با او روبرو شدم. پس از آن تصمیم گرفتم به کالیفرنیا نقل مکان کنم. میخواستم تمام اساسیم را بفروشم و سبکبار از آنجا بروم. شروع کردم به گفتن تاییدهایی از قبیل تمام دارایی‌ام به راحتی و سریع فروخته می شود. خیلی راحت اسباب کشی می کنم. همه چیز در دوین خوب پیش می رود. همه چیز خوب است. من به هیچ فکر منفی پربال ندادم و حتی به این فکر نکردم که فروش وسایلم چه کار سختی می تواند باشد یا اینکه چند شب آخر را کجا باید به سر کنم. فقط به تایید کردن خودم ادامه دادم. مراجعین و دانش آموزانم خیلی سریع در فروش اسباب اساسیه و کتابهایم به من کمک کردند. نامه‌ای به صاحبخانه نوشتم و گفتم که قصد تمدید اجاره خانه را ندارم. در کمال ناباوری او با من تماس گرفت و از رفتن من اظهار ناراحتی کرد و به من پیشنهاد کرد نامه‌ای به صاحبخانه جدیدم در کالیفرنیا بنویسد و از او درخواست کند در صورت امکان اسباب اساسی خانه جدیدم را بخرد و خانه را مبله به من اجاره دهد. من در کمال خودآگاهی 2 تا از باورهایم را تلفیق کردم و این شرایط جدید را ساختم. من همیشه با صاحب خانه‌ام رابطه خوبی دارم و همه چیز خیلی زود و راحت فروخته می شود. مستاجران دیگر بسیار تعجب کرده بودند که من چطور با وجود تخلیه و سررسیدن موعد اجاره‌ام تا لحظه آخر توانستم در آن آپارتمان مبله خودم بمانم و اجاره‌ای هم نپردازم. من به همراه چند تکه از لباسهایم
میوه‌گیری، مخلوط کن، سشوار، ماشین تایپ و دست چکم آنجا را تخلیه کردم و خیلی راحت با یک قطار خودم را به لس آنجلس رساندم. محدودیت‌ها را باور نکنید. وقتی به کالیفرنیا رسیدم به یک ماشین نیاز داشتم. هیچ کس تا پولی نداشته باشد نمیتواند ماشین بخرد. من هم هیچ پولی در بساط نداشتم. بانکم به من وام نمیداد. یک خانم کارآفرین نمیتواند به راحتی از پس این مشکل برآید. من نمیخواستم تمام موجودیم را برای خرید یک اتومبیل جدید خرج کنم. خودم را با مسائل ناخوشایندی مثل وام بانکی و از این قبیل موضوعات درگیر نکردم. بنابراین یک ماشین کرایه کردم و به بیان جملات تاییدی و مثبت در این خصوص ادامه دادم. من یک ماشین جدید و زیبا دارم و خیلی زود این ماشین به دستم میرسد. به همه اطرافیانم گفتم که قرار است یک ماشین جدید بخرم و پول زیادی هم نمیتوانم بابتش بپردازم. بعد از گذشت تقریبا 3 ماه به یکی از دوستان قدیمیم برخوردم که یک زن تاجر بود. قضیه ماشین را برایش تعریف کردم. او گفت خب من این ماشین را برایت جور میکنم. با دوستی تماس گرفت که کارمند بانک و به او بدهکار بود. به او گفت که من از دوستان قدیمیش هستم. بعد هم دوستش من را به بالاترین مراجع معرفی کرد. به 3 روز نکشید که من از یک نمایشگاه فروش خودرو با ماشین جدیدم خارج شدم. من از خودم راضی نبودم که فرایند خرید خودرو 3 ماه طول کشید. دلیلش این بود که کودک درون من از این قضیه وحشت کرده بود که من هرگز قادر نبودم ماهیانه هزینه بابت خرید خودرو پرداخت کنم. او به وقت بیشتری نیاز داشت تا جرأت پیدا کند و گامی برای تحقق این موضوع بردارد. تمرین: من خودم را دوست دارم. فرض میکنم که هنوز هم دارید بیوقفه این جمله را با خود تکرار میکنید. من خودم را تایید میکنم. این جمله شالوده‌ای بسیار قوی است. این کار را حداقل به مدت 1 ماه ادامه دهید. حالا یک ورق کاغذ بردارید و بالای آن بنویسید: من خودم را دوست دارم. برای همین هر چی که هست، هر جمله که خودتون دوست دارین بنویسید. این جمله را به صورت‌های مختلف تکمیل کنید. آنها را هر روز برای خود بخوانید و هر جمله تازه‌ای را که به ذهنتان میرسد به آن اضافه کنید. در صورت امکان این کار را با دوستتان انجام دهید. دست هم را بگیرید و نوبتی بگویید: من خودم را دوست دارم. برای همین به خاطر چی خودتون دوست دارین را به کار ببرید. همون جمله که رو برگ نوشتین. بزرگترین مزیت این تمرین این است که شما میفهمید وقتی به خودتان میگویید من خودم را دوست دارم دیگر امکان ندارد خودتان را کوچک و بی‌مصرف بپندارید. تمرین: چیزهای جدید بخواهید. تصور کنید به آنچه میخواهید دست یافته اید یا کاری را که دوست داشتید انجام دهید. برایتان فراهم شده است. تمام جزئیات آن را تجسم کنید. حسش کنید، ببینید، بچشید، لمسش کنید، بشنوید. به واکنش دیگران در قبال وضعیت جدید خودتان دقت کنید. بدانید که اصلا مهم نیست آنها چه فکری درباره شما دارند و چه عکس‌العملی نشان می‌دهند. تمرین: دانش خود را افزایش دهید. برای شناخت بیشتر عملکرد ذهن، کتاب‌ها و نوشته‌های مختلفی را در این باب بخوانید. می‌توانید دانش بسیاری کسب کنید. این کتاب‌ها تنها اولین گام این مسیری است که آغاز کرده اید. با روش‌های دیگران هم آشنا شوید. مطالعه گروهی داشته باشید تا اطلاعاتتان از سایرین بیشتر شود. این یکی از اسرار زندگی است. هرچه بیشتر یاد بگیرید داناتر می‌شوید و هرچه بیشتر تمرین کنید راضی‌تر می‌شوید و در نتیجه زندگیتان ایدئال‌تر می‌شود. این کار آرامش و حس خوشایندی نصیبتان می‌کند. به نتیجه رسیدن: هرچه بیشتر این تکنیک ها را تمرین کنید نتایج کارتان محسوستر می شود و هر جادوی کوچک در زندگیتان اتفاق می افتد. این جادو خود چیزهایی را که می خواهید از بین ببرید نابود می کند. اتفاقات و چیزهایی که در زندگی منتظرشان هستید به ناگاه رخ می دهد. سپس پاداشی را دریافت می کنید که هرگز تصورش هم نمی کردید. من بسیار خوشحال و شگفت زده شدم که بعد از ماه‌ها تمرین ذهنی شادابتر و جوانتر به نظر می رسیدم. من امروز 10 سال جوانتر از 10 سال پیش به نظر می رسم. آنچه هستید و آنچه دارید دوست بدارید. به خودتان و زندگی لبخند بزنید تا ببینید که هیچ چیز قادر نیست شما را ناراحت کند. همه چیز گذراست. در زندگی دیگرتان همه اینها را به گونه متفاوت انجام خواهید داد. پس چرا همین حالا دست به کار نمی شوید و تغییر اساسی در روش زندگیتان ایجاد نمی کنید؟ برای شروع می توانید یکی از کتاب‌های نورمن کازیان را بخوانید. او با خنده توانست بیماری مرگبارش را درمان کند.
متاسفانه او الگوی ذهنیش را تغییر نداده و به همین دلیل به این بیماری مبتلا شده بود. اگرچه با خنده درمانی شفا یافت، به دلیل تغییر ندادن الگوی ذهنی بیماریش دوباره عود کرد. راه‌های زیادی برای شفای بدن وجود دارد. همه آنها را امتحان کنید. سپس یکی را که بیشتر می‌پسندید به کار بگیرید. شب هنگام که برای خوابیدن به تختتان می‌روید، چشمانتان را ببندید و دوباره بابت تمام چیزهای خوب زندگیتان خدا را شکر کنید. این کار آرامش و شادی بیشتری برایتان به ارمغان می‌آورد. لطفاً گوش کردن به اخبار و تماشای تلویزیون را از برنامه آخر شبتان کنار بگذارید. اخبار تنها فهرستی از بیماری هاست. قطعا شما قصد ندارید آنها را در درون مایه افکارتان قرار دهید. در تصورات ما همه چیز رنگ و بوی واقعی به خود میگیرد. شما می توانید از قدرت خیال پردازی ذهنتان کمک بگیرید تا به خواسته هایتان دست یابید. پاسختان را اغلب صبح روز بعد خواهید گرفت. در هنگام خواب با آرامش تمام به رخت خواب بروید. شک نکنید که زندگی بر وفق مرادتان پیش می رود و بهترین و شادترین لحظات در انتظارتان است. پس به آن اعتماد کنید. نیاز نیست برای به دست آوردن خواسته هایتان جان بکنید و خود را هلاک کنید. این فرایند می تواند روندی لذت بخش و تفریحی باشد. آن را یک بازی در نظر بگیرید. شاد و فرح بخش. همه چیز به خودتان بستگی دارد. حتی تمرین بخشیدن دیگران و رهایی از رنجش و ناراحتی ها هم می تواند لذت بخش باشد. البته اگر شما بخواهید بار دیگر برای خلاص شدن از یک شخص یا یک موقعیت جمله آهنگین بسازید. هنگام خواندن این سرود نور و روشنی بر تمام زندگیتان سایه می‌افکند. بیشتر بخندیم، مشکلاتمان راحت‌تر حل می‌شود. اگر هنگام تماشای نمایش کمدی نیل سایمون مشکلی داشته باشید، روی همان صندلی که نشسته شروع به خندیدن می‌کنید. فقط می‌خندید. نمایش‌های تراژدی و کمدی هر دو به هم شباهت دارند، فقط به نوع نگرش شما بستگی دارد. آه، این زندگی چقدر فانی و زودگذر است. هر کاری که میتوانید برای شادی و خوشحالی خود انجام دهید. از زندگی لذت ببرید و فقط بخندید. در این زندگی ابدی که من نیز جزئی از آن هستم، همه چیز کامل بی‌نقص و متغیر است. هیچ نقطه آغاز و پایانی وجود ندارد. تنها چرخه مستمر ماده و تجارب در گردش است. زندگی هرگز منتظر نمی‌ماند، توقف نمی‌کند و کهنه نمی‌شود و هر لحظه تازه و با تراوت است. من کسی هستم که خالقی بزرگ و توانمند مرا آفریده است. این قدرت عظیم نیرویی به من داده تا بتوانم زندگی و لحظاتم را بسازم. از نیروی قدرت و اختیار خود خوشحالم. می‌توانم از نیروی عقل خود برای انجام هر کاری استفاده کنم. هر لحظه از زندگی شروعی تازه از یک پایان است. این لحظه اکنون و اینجا نقطه جدید برای شروع من است. همه چیز در دنیای من خوب است. دوستان عزیز و مهربانم، ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بوده. خیلی دوستتون دارم، خیلی عزیز هستین. بهترین ها رو براتون آرزومندم. امیدوارم که نیرو و قدرت خداوند اون خیر و برکت رحمت و موفقیت را در زندگی شما به وجود بیاره و آرزوهاتون به خاطرات شیرین تبدیل بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.